روزتان بخیر و پر از شادی با دوستان مهربان. سرخط رویدادهاست. منظور شما از رادیو آزادی. امروز 17 آگوست از آن میگوییم که والری فدییف پیشنهاد دارد به مهاجران تنها با یک شرط شناسنامه روسی داده شود. اقدام نوبتی ایران برای جلوگیری از کم شدن اهالی، نجات یک کوهنورد خارجی در پنجکند و تلاش بانک مرکزی روسیه برای بالا بردن ارزش روبل. خبرهای دیگر نیز هست. امدادگاران توجیک میگویند که یک کوهنورد آسیب دیده خارجی را نجات دادند. بنا به اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده، یکی از 6 کوهنوردان که شهروندان لیتوا میباشند هنگام کوهنوردی در کوههای فون واقع در حدود شهر پنجکند پایش را شکسته است. برای رساندن کمک فوری به توماس پراپوولینیس 50 ساله دسته مخصوص نجات بخشان را فرستادند. بعد رساندن کمک اولیه طبی کوهنورد خارجی را به بیمارخانه مرکزی پنجکند انتقال دادند. ماه گذشته 2 کوهنورد از بریتانیا و یکی دیگر از بلاروس از کوه افتاده زخمی شدند. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت که سیاحان خارجی در کوهستان‌های ناحیه لخش و ولایت مختار کوهستانی بدخشان به فلاکت دچار شدند. والری فدییف رئیس شورای رشد جامعه شهروندی و حقوق بشری روسیه پیشنهاد کرده است دادن شناسنامه روسی به مهاجران همزمان با ثبت نام آنها در کمیساریات‌های حربی به راه مانده شود. مقامدار روس ضمن سخنرانی در نشست خبری در مسکو روز 16 آگوست گفته است حالا مهاجران به وقت گرفتن شناسنامه روسی ثبت نام در کمیساریات‌های حربی را فراموش می‌کنند، در حالی که به تاکید او همه مردم نابسته به وضع سلامتیشان باید در کمیساریات‌های نظامی ثبت نام شوند. این پیشنهاد در حال صدا می‌دهد که در پی ریدی 2 روزه در سنت پترزبورگ پلیس بیش از 100 مهاجر را که شهروندی روسیه را دارند بازداشت کرده برای سفربری به ارتش در کمیساریات نظامی ثبت نام نمودند. گروه زرخریدان واگنر روسیه را در جمهوری بلاروس به عنوان سازمان تعلیمی ثبت نام نمودند. بر اساس اطلاع وبسایت مرکزی یگانه ثبت نام شرکت‌ها و صاحبکاران انفرادی بلاروس، گروه واگنر را از روز 4 آگوست به عنوان شرکتی دارای مسئولیت‌های محدود ثبت کردند که به فعالیت‌های تعلیمی مشغول می‌باشد. قرارگاه آن در ناحیه سل جایگیر شده است که باور می‌رود سربازان زرخرید واگنر پس از آشوب نافرجام ماه ایون امسال در روسیه در آنجا جایگیر کرده شدند. 2 هفته از این پیشتر رادیو آزادی عکس‌های ماهواره‌ای از شرکت پلینت لابس را به دست آورد که در آن دیده می شود در یک قسم نظامی کهنه در ناحیه سل برای گروه واگنر قرارگاه مجهز با اسلحه و تجهیزات نظامی ساختند. شما سرخط رویدادها را تماشا دارید. در تاجیکستان قانون درباره فعالیت بلوگرها تهیه شده است که گفته می شود هدفش تنظیم فعالیت این بخش می باشد. صاحب نظران میگویند برخی از مشخصات این طرح پیشنهادی برای فعالیت بلوگران ضررآور و غیر منطقی است. به باور بعضی حقوقدانها قانون‌های زیادی فعالیت بلوگران را تنظیم می‌کنند و ضرورت برای تهیه و تصویب قانون جداگانه وجود ندارد. این موضوع را همکاران ما به بررسی گرفتند و 4 ساعت بعد در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی پیشنهاد شما بینندگان عزیز می شود. وزارت بهداشت ایران دادن اجازتنامه برای واردات و استحصال وسیله‌های معلوم کردن حامله‌داری را بازداشته است که هدف پنهان آن را راه ندادن به اسقاط جنین و کاهش تولد می‌دانند. بر اساس این قرار به کشور آوردن و یا استحصال وسیله‌های معلوم کردن حامله‌داری تا 3 ماه شدن جنین منع می‌شود. هادی یزدانی، طبیب و عضو حزب وحدت ملی در ایران، این قرار حکومت را حرکت دیگری برای محدود کردن حقوق زنان و حق آنها به اسقاط حمل و یا قطع حامله‌داری نامیده است. به گفته طبیبان قرار حکومت خطرناک است چون به جان زنان بیماری که نباید تولد کنند خطر دارد. در ایران سالهای اخیر تولد بسیار کم شده است و حکومت تلاش دارد از هر راه پیش روی کاهش اهالی را بگیرد.
бонки марказии русия дар ҷаласаи ғайринавбатие барои дастгирии қурби рубл меъёри бозтамвилро аз 8.5 то 12% баланд бардошт. ин тасмим баъди он гирифта шуд ки арзиши пули русӣ дар аввали ҳафтаи ҷорӣ ба поинтарин сатҳи нишондодаш расид. поёну болоравии қурби рубл дар тоҷикистон ҳам як мавзӯи муҳим аст, чун ҳазорон муҳоҷири тоҷик маблағи худро бо рубл ба ватан мефиристанд ва дар сурати паст шудани қурби асъори русӣ маблағи онҳо бо сомонӣ кам мешавад. ва акнун мебинем ки арзиши асъори хориҷӣ дар тоҷикистон имрӯз чӣ гуна аст. тибқи нишондоди бонки миллӣ ҳоло 1000 рубл 114 сомонӣ арзиш дорад. қимати $1 10 сомониву 96 дирам ва 1 евро 11 сомониву 40 дирам муқаррар гардааст. ёдрас мекунам ки ин қурби расмӣ аст ва дар бонкҳои тиҷоратии кишвар нархи асъори хориҷӣ метавонад фарқ дошта бошад. бо ҳамин мерасем ба фарҷоми нашри навбатии сархати рӯйдодҳо. бо шумо хайрухушнам мекунам. чун 4 соат баъд барои тақдими барномаи ахбори озодӣ ба студия бармегардам. барори кор азизон.